خوبه این برنامه ولای داونتاون. اول استیت میشه همون استان خودمون میشه دیگه. استیت مثلا کالیفرنیا، استیت ایلینوی، استیت نیویورک. بعد هر استیت چند تا شهر داره، کلی شهر داره، یعنی بعد 2-3 تا شهر خیلی معروف داره. معمولا مثلا استیت کالیفرنیا شهرهای معروفش میشن سان فرانسیسکو، لس آنجلس، همون الی خودمون که ایرانی‌ها هموطنای عزیز عاشق الی اندیه، الی و کالیفرنیا بودن. چون گواهی نامه نداریم فعلا باید با اتوبوس بریم. آره. بعد هر شهر مثلا سان فرانسیسکو یه دونه داونتاون داره که داونتاون میشه همون مرکز شهر، اون قسمت شهر که کلی آسمون خراش و برجای بزرگ و شرکتاش اونجا معمولا میشه داونتاون. حالا هر شهر یه سری چیز داره، یه سری سابر داره. سابر میشه گفت میشه همون حومه شهر. البته اون حومه شهری که تو ذهن ماست زمین تا آسمون فرق داره با حومه شهر اینجا. مثلا تو تهران حومه شهر میشه کرج یا مثلا ورامین، ولی اینجا نه، اینجا حومه شهر سابر بهش میگن. سابر همون خود شهر حساب میشه و مردم بیشتر میان توی حومه شهر. معمولا توی داونتاون تر شلوغی و گرون بودن معمولا اونجا خونه اینا گرون تره. مردم معمولا میان توی سابر به خاطر قیمت خوب خونه و به خاطر اون آروم بودن و چون حالا واقعا یه حسیه که آدم باید به خودش درک کنه وقتی که آدم از داونتاون، از اون شلوغی و مخصوصا داونتاون مثلا شهری مثل شیکاگو، لس آنجلس و نیویورک یهو میاد تو سابر، یعنی انگار واقعا تایم یهو چیز میشه، تایم وای میسته. یعنی یه حسیه که آدم باید، یعنی امیدوارم که ایشالله همتون تجربهش کنین و خیلی حس جالبی داره. میخوام از این خط آبر پیاده رد بشم. میخوام ببینی ماشین شروع اینستان خط آبر پیاده این بر برم روی خط آبر پیاده. نگاه کنی ماشین الان وایساد 5 متر روی من و من رد شدم و باس استیشنر رو من پیدا نکردم، نمیدونم کجاست. ناموسم احتمالا ما برگردیم. آخره این واسه استفاده رو پیدا کردم. بغلم خیلی بالسی و بسیشون خیلی بالم ناموسم. ما رسیدیم بالاخره، بریم بالا که بریم توی داونتاون.
اینجا مرکز شهره، ما الان یعنی تو داونتاونیم و پر صخره ببینیم بلند همش یه برج میلاد. بلندترین برج سان فرانسیسکو. کمرم الان خم میشه دارم از این فیلم میگیرم. من خیلی شانسی رسیدم به چاینا تاون. او مای گاد، چاینا تاون یعنی چاینا تاون سان فرانسیسکو خیلی معروفه دیگه. چاینا تاون در واقع میشه اون قسمتی از شهر سان فرانسیسکو که همه مغازاش چینی هن، رستوراناش چینی هن، بیشتر این چینی های سان فرانسیسکو اونا چیز میکنن میان اونجا به قولی. بعد حالا میرم الان فعلا میخوام برم این بانک آف آمریکا رو نشونتون بدم، بعدش هم میرم سراغ اون. آره این خیلی بلند نی ولی خب چه جالبه دیگه. حالت چیز دیگه، حالت پیرامید میگن چی میگن، یه حالت اونجوری طوریه دیگه، هرم طوریه دیگه. یه چیز خیلی جالب راجع به شهر سان فرانسیسکو اینه که چون روی تپه هست، حالا میگم چون روی شهرش کلا روی چند تا روی 5-6 تا تپه هست. سرمون اینه شمال شهر خودمون اینه چیز اینا میمونه، اینه نیاوران و جردن اینا میمونه چیز داره سراشیبیه. بعد چیزه توی بعد همین سراشیبی بودنش روی تپه هست، مترو نمیتونن درست کنن، یه سی قطار داره، اونم حالا براتون میذارم، اونا خیلی جالبه. چاینا تاون میشه، حالا ورودی اصلیش من نمیدونم کجاست، کام خیلی دور باشه ولی چاینا تاونشه دیگه. چینی هم این مشتمال گرفتم و این بیون رو هم بشنم بخورم با آهنگ میکنم. اینجا با خط عوض کنیم، بعدش یه خونی
کل دنیا رو بتونیم ببینیم. واقعا از ته دلم یعنی آرزو میکنم که اتفاق برای همتون بیفته. گاد اینو نگاه کن، وای یا امام حسین. بچه الان یه دونه مکزیکی هستش، خیلی داغانه میترسم ناموسم، بقیش دارم میرم، خطرناکه، خواهی کردم بد دم آب اوکی. این زنه کسیش نمیدونم چی میگه بابا، من گاییدم من میام بالا وقت من ناموسم خواهی ندارم. وای دوتا سیاه‌پوست وحشتناک اونجا بودن ناموسم، ببین خواهی کردم، قلبم اومد تو الان